وقت که در گرمی آفتاب حضرت ابوبکر در بیرون است. گفت ای ابوبکر، گفت در این گرمی سخت از خانه بهر چی بیرون شدی؟ گفت عمر، گفت قسم به عظمتی بزرگی خدا که در خاندان نشستم و گرسنگی بر من غلبه کرد. در خانه چیزی نبود، خواستم بیرون شوم تا که یگان دوستی خدا باشد یا یگان نعمتی خدای باشد، ما استفاده کنیم. بهر این گفت از خانه بیرون شدم. حضرت عمر گفتند قسم به عظمتی بزرگ آن خدایی که تو را از این با همین مسئله که گفتی از خانه بیرون شدی، من هم باعث همین گفت از خانه بیرون شدم. من هم در خانه چیزی یافت نشد، بیرون شدم تا که جای یافت کنیم، تا که از نعمت خدا استفاده کنیم. کمی میگه از بین گذشت، یک مدت گذشت که آفتاب تابان پیغمبر خدا از خانه بیرون شدن. نگاه کردن که یار اول و یار ثانی ابوبکر و عمر، سردارهای پیرانسالهای اهل جنت در آفتاب تابان در بیرون ایستادند. پرسان کرد ابوبکر، عمر، در این گرمی تسبان شما را چی وادار کرد که بیرون از خانه شین؟ گفتن رسول اکرم جای شرمش نیست، قسم به عظمتی بزرگی خدا که ما گرسنه ماندیم، چیزی در خانه یافت کرده نتانستیم. رسول اکرم میگه گریان شدن، گفتند ابوبکر، عمر، قسم بر آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، من هم باعث همین از خانه بیرون شدم. من هم در خانه چیزی نیافتم، ما هم گرسنه ماندیم، بیرون از خاندان شدیم. و هر سه میگه از پای پیغمبر خدا خانه یک انصاری رفتن. با بعض روایت این جابر بود، میگه حضرت جابر بود، میگه خانه جابر رفتن، در را تق تق کردن. عائله جابر میگه از خانه بیرون شد و مجرد این مهمان ها را دیده حضرت دست و پاش میگه مثل شکسته شد که این گونه مهمان ها در خاندان هر کس مهمان نمی شود. گفتن مرحمت. گفتن پیغمبر خدا ابوبکر، عمر، مرحمت. گفتن شوهرت کجاست؟ گفت برای آب شیرین بیرون از خانه شدن، یعنی طلب آب رفتن، برای آب کشی رفتن. حضرت میگه در خاندان نشستن. یک زمان گذشته بود که این انصاری، این جابر میگه در خانه در آمد. وقتی دید پیغمبر خدا را، ابوبکر، عمر، دیگر هیچ خرسندیش دیگر میگه حد کنار نداشت که محمد در خانه من مهمان شده است. من یک عادی امتی پیغمبر خدا هستم. ابوبکر و عمر اینها یک چراغ امتی پیغمبر خدا در خاندان من مهمان شدند. دیگر دست و پا خورده شد. میگه رسول اکرم گفتن جابر گفتن من حس میکنم که تو بی نهایت خرسند شدی، لکن یگان مال شیردار نکشی، یگان جانداری که شیر میداده باشد. مقصد رسول اکرم یعنی یک گاوی داشت میگه که او شیر میداد برای طفلکای جابر. گفت همون گاو بهر ما یکی نکنه تو مثال کشته بیمانی. گفت حضرت جابر گفت پیغمبر خدا را قبول کردن، رفتن میگه یک گوسفند ذبح کردن و میگه رفته یک از باغ خود میگه یک چند نوده از خرما را نزد رسول اکرم آوردن و رسول اکرم میگه همراه یارها تناول کردند و گفتند جابر ای امتی من، اگر علاج باشد فاطمه هم در خانه گرسنه است. فاطمه هم گفت من بهر فاطمه وعده کردم بیرون میشم، بهر تو طعام حاضر میکنم، اگر علاج باشد. جابر یک تکه گوشتی از همین گوسفند و دختری من حاضر کن. حضرت در حال البته قبول کردن، نزد فاطمه حاضر شدن. فاطمه از روی حسن میگد بسیار و پیغمبر خدا مانند بودند و رسول اکرم میگد بسیار فاطمه را دوست می‌داشتند و دائم در یاد همین فاطمه بودند. و حضرت فاطمه را خدا رحمت و مغفرت کند، همگی 23 سال حیات دیدن از دنیا گذشتند و اولین کسی که
با پیغمبر خدا پیوست شد، از ذات اولاد همین رسول اکرم این فاطمه بود که بعد 6 ماه با پیغمبر خدا چیکار کردن؟ رسیدن، حاصل شدن، همراه پدر در جنت جاودانی باقی ماندن. بعد خوردن این طعام، گوسفند و این خرمایی که در پیش ابوبکر و حضرت عمر و حضرت رسول اکرم بود تناول کردند. و بعد اون رسول اکرم چی گفتن؟ قسم به عظمتی بزرگی خدا ای ابوبکر ای عمر، از همین نعمتی که الحال ما و شما خوردیم همین خدا از ما و شما پرسان میکنه. از نعمتهایی که ما و شما میخوریم خداوند از همین ما و شما را سوال میکند که آیا حق نعمتی مرا در دنیا خوردی، آیا بجا آوردی یا نه؟ از این ما و شما را سوال میکنه. السلام علیکم و عزیز شیرین سخن اکای حاجی میرزا جان. الها زبان شما از این دیده براتر گردد و هرگز تنتان دردان نبیند. از شما خواهش میکنم که به یک چند سوالهای من جواب درست گردانید اگر فرصت باشد، وگرنه باکی نیست. تراشیدن ریش و موی لب را دین اسلام چه حکم میکند؟ اگر ریش انسان میتراشد یا موی لب میتراشد، اسلام نسبت انسانهایی که ریش تراش هستند یا اینکه موی لب میتراشند چی میگوید؟ در نزد من کتاب‌های شیخ‌های عرب و مولوی‌های زاهدان هست. یکی از آنها اسئله المهمه و دیگرش حکم ریش در اسلام به نام کتابی هست. من در این کتاب‌ها نظر کردم، یک چند چیزها از اینها گرفتم به شما میرسانم. رسول اکرم گفته است قص الشوارب وعف اللحیه خالف المشرکین و المجوس. در همین حدیث شیخ‌های عرب میگویند که دو صیغه امر استفاده شده از پیغمبر، قص الشوارب وعف اللحیه. پیغمبر خدا امر میکند بروتهای خودتان کلته کنین، یعنی به مجرد کلته کنین که در ناله های شما بروتهای شما نرسد، بروتهاتان کلته کنین امر هست از پیغمبر. وعف اللحیه و ریشهای خودتان بگذارید. اگر شما بروتهای خودتان کلته نکنین و اگر ریش نگذارین، شما چی هستین؟ مشرک و مجوس هستید. این شیخ‌های عرب در کتاب اسئله المهمه که چندین مسئله حل می شود این چنین تفسیر کردند. یعنی شما ریش هاتان نتراشین، زیرا که وقتی ریش تراشیدین شما کردار شما، عمل شما تشبیه به مجوس و به مشرکین می شود. از این خاطر پیغمبر چی میگه؟ من تشبه بقوم فهو منهم. کسی که اگر خودش را، صورت خودش را، لباس خودش را اگر با کدام قومی که تشبیه میدهد از روی محبت، این هم از همون قوم به حساب می رود. خب و همین شیخ‌های عرب میگویند که و ایضا تغییر لخلق الله، حتی همین ریش تراشیدن هم مثل چگونه ای که زن ابروش میچیند که تغییرات در حسن خدا میدارد، ریش تراشی هم حکم امیر دارد. شما در حسن خدا دادگی چی میدارین؟ تغییرات میدارین. این از همین کتاب‌هایی که نام بردم، از اینها البته گرفته شده است. از این خاطر و ما یطیع الرسول فقط اطاع الله. کسی که اگر پیغمبر خدا را اطاعت میکند همچنان است که خدا را اطاعت کرده است. این خدا چی میگه؟ و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. همین پیغمبر شما، یعنی همین محمد صلی الله علیه و سلم، چیزی که برای شما آورد شما او را بگیرید و از چیزی که همین محمد شما را من کرد شما از او باز ایستید. امروز رسول اکرم امر میکند که ریش بگذارید، بروتها را کلته کنید. کسی میگذارد سنت پیغمبر خدا را به جا میارد، کسی نمیگذارد این وعید و این حدیثایی که خواندیم در اون چی است؟ مبتلا هست. و ریش، این ریش ما الحال ریش نیست، ریش از یک مشت کم نباشد، یعنی ریش سنتی به منزله یک مشت باشد، انا اون حکم ریش به جا می آید. این ریش هایی که مثال کلته ما و شما میمانیم از بیریش ده بهتر است، از بیریش ده بهتر است، لیکن حکم ریش ندارد.
انشاءالله میمانیم. از بعضی همین امتهای پیغمبر خدا میترسیم. با بعضی ملاهای هستن که قصیده میخوایند. آیا این درست است از نگاه شما؟ البته قصیده خواندن هیچ باکی ندارد. دعا خواندن در اسلام هست، وجود دارد. این به حدیث های پیغمبر خدا هست. رسول الله آیت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس میخواندند و بالای مردم شوف میکردند. از این خاطر خواندن دعاها بالای کدام بیماری نباشد هیچ باکی ندارد، گناهگار نمیشد انسان. بیماری که اگر در تن خود کتاب قرآن یا اینکه تومار را درگذارد سود میبخشد یا نه. با احترام یک نفر مخلصی اشدی شما. اگر شخصی که در بدن خود تومار میگیرد، امروز عقیده اهل سنت همین است که توماری که اگر در او آیت قرآن باشد جایز است، لیکن اگر توماری باشد که در او مثال هست نقشه هست، نقشه هست عددا می نویسند، این قطعیاً جایز نیست بلکه شرک است. همون کسی که تومار می نویسد آیت قرآن بنویسد و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، همین آیت اگر در همون نسخه های تومار می نویسند و کسی را که برای شفا می دهند این جایز است. لیکن همون انسان عقیده نکند که من از همین تومار فایده دیدم. امروز اکثر شیخ‌ها زیر تومار هستند، زیرا مردم ما و شما عقیده میکنن که همین تومار از روزی که گرفتم همین کسل از وجود من دور شد. ببین این خود عقیده غلط است. مثل که بعضی گمراه‌ها پیش مزار میروند و بعد یکی خدای مثال در تدبیر او کشیده است و فرزندش میتاد میگه که همین مزار در رفتم صاحب فرزند شدم، این هم مثل همون دارد. شما در نزد خدا در این صورت گناهگار میشید اگر بتوانید ترکش کنید. لیکن اگر بسیار دلتون قبول نکرد پیش یک داملا برین یک آیت قرآن بنویسن بر شما بدن، اینش باکی ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، با همین سوال من جواب دهید. تای پا را صابون کردن درست است یا نه؟ یعنی یک عقیده بوده است که اگر آدمی که همین زیر پاش اگر صابون میکرده است گویا که جنت برای او داخل شدن من بوده است. حالان که شما برادرای عزیز امروز همین دستور اسلامی که الدین النظافه، دین اسلام دین پاکیزه است. دین اسلام ما و شما فقط پاکیزگی را طلب میکند. پیغمبر خدا از دنیا چی را دوست داشتند؟ از سه چیزی که دوست داشتند، یکتاش بوی خوب بود. پاکیزگی، بوی خوب، تازه گشتن، حلال گشتن، این دستور اسلام است که امروز تمام مردم غرب اینا قبول کردن گرفتن. ما و شما چیکار میکنیم؟ ما و شما با همون لباس های چرکین و با همون بدن های بدبوی خودمان حرکت کرده میگردیم. باز فتوا آوردیم در روز جمعه یا در روز چهارشنبه خفاوا و صابوناوا نکنن، هر روز بشوییم، هر روز بدن هاتون شسته کنید. در وجود شما از بوی چیزی باقی نماند. زیرا رسول اکرم گفته است هر وقتایی که از بوی بدن شما کدام برادر شما اگر آزار یافت، هر آینه ملائکه ها هم از بوی بد آزار مییابند. ملائکه ها در وجود شما قرار نمیگیرند. تای پاتا میشوی، بین پاتا میشوی، کجای را میشوی؟ صابون البته جایز است، هیچ باکی ندارد و روز هم ندارد. حتی روز جمعه حدیث ابوبکر صدیق، کسی که روز جمعه با بدن شسته می آید گناههای او را خدا مغفرت میکند. السلام علیکم داملای عزیز، با همین سوال من جواب میگفتید. میگویند که کلاسک را بکشی، آبازی نکنی، حرامی. آیا درست است یا نه؟ با کشتن کلاسک انسان غسل جنابت واجب نمی شود. هست در اصل همین عقیده ها در مردم ما پیدا هست. غسل جنابت در صورت در گردن ما و شما واجب می شود که اگر آب از وجود ما و شما با دفع شهوت خارج شود، یعنی از روی شهوت خارج شود. حتی همین آبی که از وجود ما و شما، یعنی آب منی میگیم، همون اگر جدا شود از حساب باربرداری باشد یا از یک بلندی به زمین بپری، مثال در زمین بزنی که آبت از وجود جدا شد، در این حالت با غسل واجب نمی شود. غسل جنابت در حالت واجب می شود که همین از روی شهوت باشد، از روی هوس باشد، از روی رسیدن بازن باشد.
انا این صورت غسل جنابت در گردن ما و شما واجب می شود. با کشتن کیلاس و با کشتن دیگر جانورها در گردن ما و شما غسل جنابت واجب نمی شود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای شیرین سخن. التماس با همین سوال من جواب میگردوندید. یک برادر اهل اسلام که 5 وقت نماز را در مسجد میخواند میگوید که با زن نکاحی خود همخوابه کردن از عقیب در جایی که فرزند تولد میشود ممکن است. بله جایز است. اگر برادرها یک مسئله هست شما فراموش نکنین خدای شما در سوره نساء چی میگه؟ نساؤکم حرث لکم. زنهای شما کیشزار شما هستند. در دوام آیت خدا چی میگوید؟ بیایید بر همین کیشزاری خود از هر جانبی که میخواهید، جانبی که در او جانب چه باشد فایده باشد حاصل باشد. اگر در زن حلالی خودم از قفا هم که اگر هم خوابه کنی در جایی که فرزند تولد میشود جایز است. این صاحب تفسیر ابن کثیر هم میگه، این تمام فتواهای ما و شما میگه. لکن از قفا در جایی که فرزند نه، در جایی که مثال نجاست خارج می شود، اگر انسان اونجا اگر کاردار می شود اینجا لعنت خدا بر او انسان است. این انسان لواطه است، این لواطه می شود، این بچه بازی می شود، در اینجا لعنت خدا در حقی او است. حتی امام اعظم گفتن کسی که اگر در قفا می رسد حکمش در مذهب ما و شما چی است؟ از یک بلندی که دیگر پایان او را دیده نمی شود از همونجا حوالش کنید، یا این که او را زنده به زنده آتش بزنید. حتی صاحب مذهب ما و شما امام اعظم چی میگه؟ اگر شخصی که میبینیم به حیوان میرسد همون انسان هم این جزا را بده. از این خاطر با زن حلالی خود در جایی که فرزند تولد میشود باکی ندارد. در نکاح ها من الحال نکاح ها نمیرم. بسیاری بچه ها شاید بدانند میان بر من خبر میدن نکاح، من میگم نمیرم نکاح. برای چی؟ باور کنیم با همین نزدیکی در یک نکاح رفتم اشتراک کردم، این نزدیکم قدر نگذشته است. من دائم نکاحم روپرو است، یعنی شوهر را در پیش عروس برده میگذارم و در بین موعظه میکنم، حق شوهر و حق زن خبر میتونم و بعد اون نکاح میکنم. این بهترین صورت نکاح انا همین است. وقتی نزد اونها رفتیم باور کن قریب 30 نفر دختر در اطراف یک دختر جمع شدگی هستند. من فهمیدم که بهترین نکاح همون نکاحی هست که به آسانی به سبکی انجام یابد، مهر کم داشته باشد. خواهر عزیز در حال همون نفس خطه به همین جوان ببخش، ان شاء الله بخت تو سفید می شود. وقتی از او طلب کردم همون دوگانه های بی حیایی که نه روی مال دارند نه پیشی بری بسته دارند، باور کنین امو منظره را دیدن در آدم گویا که یک دوزخ دیده است. اینقدر منظره ناراحت کننده برای آدم مسلمان است. از زیر کش امو قپیدن تا اگر 300 سامانی نمیتین ایحا نمیگن. 300 سامانی. این دوگانه ها من نمیدانم که مادری او هستند، پدری او هستند، تربیه کننده او هستند که اینقدر سوم طلب میکنن. اونا از کجا حق دارن؟ اونا یک سوم حرام میکنن، یک سوم. اونا چه حق دارن که در بدل بخشیدن همون دختر 50 سامان یا 100 سامان یا 300 سامان طلب میکنن؟ چرا اونا طلب میکنن؟ من مادرشو فیراد کردم، در اونجا مادرها نشستگی بودن، کمپیرها نشستگی بودن. گفتم ای مادران فرزندای شما هستند، همیشه که اینا نصیحت کنین که پیش از آن که 300 سامان میگیرد وای روی مالش در سرش اندازد، گردنش محکم کند. برعکس در اینجا آمده شوی دراز مثال خنده و مگنیتوفون بلند نماند. آخه این از همون منظره هایی که در نکاح ما و شما انجام می‌یابد. پدرای عزیز، برادرای مهربان، همه شما اولا شکرانه کنین که در خانه شما نکاح می شود و بعدا پیش از نکاح همون دختر را شنانین و بفهمانین که همون زمانی که مولا میگوید همون زمان ببخش که دخترم تو نیکبخت میشوی. و این دوگانه هایی که در اطراف تو هستن ها در یک کنج خانه میشینن، شر نیست 20 دختر آوردن. اینقدر اسراف، اینقدر بی‌معنی ها در معرکه ما و شما هستند. اینا را شما میتوانین
هر یک پدر و مادر میتواند که همینها را جابجا کنند. Oh